عشقای منن این دوتا. اینو که میبینید اسمش پسته است. اندازه همین بود، انقدی بود. پیش من بزرگ شده. این کوچولو هم که میبینید اینم تازه پیش من اومده، چند روزیه. از خدا بی خبر این آورده بود نزدیک مغازه من رهاسازی کرده بود. اینم دیگه مشغول شدم سرپرستیشو گردن گرفتم. بعد موقعی که اینو من تحویل گرفتم این کوچولو رو شدیدن اسهال بود، شدیدن، یعنی احتمال میدم بهش مثلا پنیر و شیر گاو و اینطور چیزا داده بودن که برای این گربه خوب، بچه گربه خوب نیست. بعد آوردم شیر مخصوص گربه داشتم بهش دادم، آروم آروم اسهالش خوب شد. بعد انقدرم شکموه شیر بهش میدم، شیر میخوره ولی بازم دلش گوشت میخواد، غذای دیگه میخواد. بعد روز اول چون این گربه تو مغازه منه، این حسودیش میشد این بیاد داخل مغازه من، دعواش میشد. این با اینکه جثه‌ش انقدر کوچیکه به این چنگ مینداخت. هنوز برای این اسم انتخاب نکردم، اسم اینو گذاشتم پسته. بعد شما تو کامنت ها بگید من اسم اینو چی بذارم، هر دوتاشون هم مادن. بگید اسم این یکی رو چی بذارم. این پسته است، یکم اسم براش نذاشتم. یا علی حامی حیوانات باشیم، بعد اینا رو هم نیاریم رها سازی کنیم. اینا رو از مادرشون جدا نکنید. اگر هم پیدا کردید نمیتونید نگهداری کنید، نمیتونید براش شیر بخرید، نمیتونید براشون هزینه کنید. اینا رو سرپرستیشو قبول نکنید، به خصوص از مادرشون جدا نکنید. این بچه گربه شیرخواره بوده که از مادرش جدا شده. یا علی.